خالی بندی های عظما به روز اول عید محدود نشد و روز دوم فروردین هم به جفنگیاتش ادامه داد. اونها میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18 یعنی از 200 کشور 200 خورده کشور دنیا ما 18مین اقتصاد هستیم که در حال فعلی با وجود تحریم و مشکلات فراوانی که وجود داره. اونها میگن اگر ظرفیت‌های استفاده نشده که حالا اشاره میکنم بعضی از اون ظرفیت‌ها، اگر از این ظرفیت‌ها استفاده بشود اقتصاد ایران 6 رتبه بالاتر میاد و به رتبه 12 میرسه. این خیلی چیز مهمی است. خیز اقتصادی عظما برای رتبه بندی جهانی شبیه خیز این باباست. یکی نیست بپرسه این چه اقتصاد برتریه که مردمش برای تهیه چنین مرغی باید ساعتها توی صف بایستن. سلام، من امروز رفتم وایستادم تو شرک فرهنگیان فاز 2 وایستادم تو صف، کلی وایستادن، دعوا از جدل، آخرشم این مرغه توی صف کیلو 20 تومن مرغ دولتی اسمش هم گذاشتن. چه دولتی مرغی هست، مرغ خوبه دولتی، سیاه. این چه اقتصاد برتریه که از پس ساخت یه سم سوسکم بر نمیاد. بالاتر یه ساعت حکمه ای سم رختم سر ای سوسک لحظه به لحظه داره شارژتر ایمون سوسک خردمون. بیا این سمک و حضرات بیا بیا ببینیدش. نه پیداش کنید ها. بیا